امسال به طور خیلی ناگهانی عاشق این کیفا شدم و به نظرم خیلی 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 زیاد خوشگلن و لباسم سبزه و این به لباسم میاد. کارتونای توشم هنوز هست. خیلی دوستش دارم. این حالا بین خودمون بمونه، به کسی نگو. این چیزه، چرمه، 15-16 تومن خریدمش، ولی جدا خیلی دلم میخواد که این ویدیو خیلی خودمونی باشه. پس بیا بهت اینو بگم، این مدل کیف که من میخواستم همه جا رنج قیمتش 300 تا 400 بود. به نظر منم خیلی زیاد نبود، چون که هست کیف توی همین قیمت ها یا حتی بیشتر. ولی بگو من اینو با چه قیمتی پیدا کردم و باید ذکر کنم که زدگی نداره، بند گم شده نداره، مشکلی نداره. کیفی که همه جا 300 تا 400 بود و من با قیمت 150 پیدا کردم. ببین، یکی از اصلایی که ایلان ماسک گفته یکی از چیزایی که ایلان ماسک برای پولدار شدن گفته اینه که جنس رو با قیمت ارزون تر میتونی پیدا کنی. ولی جدی خیلی کیف میده، چون من همین رنگی ها میخواستم، همین مدل. بعد دیگه اینجوری بودم که خب دیگه با این قیمت دیگه باید بگیرم. بعد اصلا همین شکل نبودم که گرونه، یعنی برام اوکی بود. ولی بعد اینکه اینو با این قیمت پیدا کردم واقعا احساس کردم که برد بزرگ داشتم. دلیل ارزونیش هم این بود که از توی بازارچه‌هایی که برگزار میشه توی قسمت‌های مختلف سرپوشیده یه غرفه‌ای بود. بعد خانم خیلی کیف نداشت، یه تعداد کیف کمی داشت، یه تعداد هم لباس داشت این مدلی. بعد به خاطر اینکه خیلی کیف اینا نداشت
داشت، انگار مثلا اینطور که خیلی گرون بفروشه، خیلی سود بکنه نبود. برای همین من تونستم موفقیت بزرگ رو کسب کنم. بین خودمون بمونا، با نشی بری همه جا بگی این دختر مریم ایزمار گداه میره کیفای ارزون میخره. قیمتش خوب کسی نگو، بین من و تو راز. چیز بعدی که خریدم این ریمل اسنسه که برای بار سوم میخرمش و خیلی هم ازش راضیم دیگه. خدایی خوبیه. از احساس میکنم یکم خشکه ولی خب اینو خریدم آوردم خونه، هیچ چیزی روی مشام احساس نمیکردم. بعد بردم پس بدم، آقای گرفتش، بعد اینجوری کرد. داره دیگه، انگار باید اینجوری میکردی که میداد و دیگه کار میکنه. چیز بعدی که خریدم یه انگشتر خیلی کوکولی مگولیه خوشگله که بند انگشتیه. من کلا خیلی به انگشتر بند انگشتی دوست دارم و دیگه این دفعه خریدمش. خیلی خوشگله، بذارمش ببینیم. توی انگشت میذارم ببینش، خیلی نازه، داره فکر میکنم گندم باشه. خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. توی این انگشتم هم میره ولی یکم به سختی. چه کج کله شد. تو اینم میره. خیلی 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 خوشگله، خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. من واقعا عاشق انگشتری بند انگشتی ام. خیلی نمیدونم چرا انقدر دوست دارم انگشتری بند انگشتی رو. بذارین ایشون تا پایان ویدیو همراه ما باشه. یه چیز دیگه هم یادم اومد که دربارش با هم دیگه حرف بزنیم. یکی دیگه از چیزهایی که من امسال یاد گرفتم این بود که یه سری وقتا، یعنی خیلی از وقتا، ساکت موندن و نظاره کردن چیز جوابیه. یعنی خیلی وقتا اینکه بحث نکنی، خودتو اذیت نکنی، سکوت کنی، نظاره کنی و فقط این شکلی باشه که اوکی متوجه شدم، هم آرامش بیشتری به تو میده، هم آرامش بیشتری به اطرافیانت و هم آرامش بیشتری به زندگیت. من به شخص آدمی نیستم که خیلی آروم باشم یا خیلی آدم ساکتی باشم، ولی احساس میکنم توی سال جدید یاد گرفتم که آروم موندن و یه سری جاها صرفا نظاره‌گر بودن خیلی حال آدم خوب میکنه، خیلی به آدم احساس آروم بودن و زندگی کردن میده. یه سری جاها اینقدر همش تون میخوای حرف بزنی، درست کنی، پیش بری که نمیفهمی زندگی رو. یه سری وقتا توی یه سری از مسائل اگه در توانمون هست صرفا آروم باشیم، صرفا نظاره‌گر باشیم و اجازه بدیم که یه سری از
حالا جدید یه چیزی که من یاد گرفتم اینه که خیلی وقتا اگه من خیلی دست و پا نزنم اون مسئله حل میشه. اگه من خیلی خودم رو به آب و آتیش نزنم هم موضوع رفع میشه. اگه خیلی خودم رو اذیت نکنم همه چیز آروم میشه. امسال یاد گرفتم که آروم بودن، ارزش دادن به خودمه و آرامش زندگیم مهمتر از خیلی 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 چیزهای دیگه است. و اولا که خیلی وقتا آروم بودن و نظاره‌گر بودن مشکلاتو خیلی بیشتر از دست و پا زدن حل میکنه، خیلی بهتر حل میکنه. و خیلی وقتا اینطوری که وقتی خیلی خودتو اذیت میکنی اون مشکل بزرگتر و بزرگتر میشه. بیا و یه بار این روش من رو امتحان بکن و توی یه مشکلی آروم باش، نفس عمیق بکش، نظاره‌گر باش و اگر فکر میکنی که امکانش هست اجازه بده که اون مشکل خود به خود بدون اذیت شدن تو حل بشه. بعدش اون احساس عزت نفس و آرامشی که توی زندگیت میکنی چیز فوق‌العاده‌ایه. چون من هرچی بیشتر که داره میگذره بیشتر متوجه میشم که هیچ چیزی مهمتر از من توی زندگی من وجود نداره. توی لحظه های سخت و ناراحتی و غم هیچ کس به اندازه من نمیتونه به من کمک کنه. پس چرا وقتی زندگی هنوز آرومه من آرامش خودم رو به هم بزنم؟ تا جایی که میتونی آرامش زندگی تو حفظ بکن و امسال اصل زندگی تو آرامش و حال خوب خودت توی زندگی بذار. این جزو خریدای عید نیست، شامپومه، ولی خب چون دیگه دم عید گرفتم با هم صداشو بشنویم.
لذت برده باشی. برات سالی پر از خوشحالی و شادی آرزو میکنم. سالی پر از موفقیت و پر از حال خوب. امیدوارم اونقدر امسال موفق بشی و حالت خوب بشه که آخر سال از شادی و شوق اشک بریزی. بهترین ها رو براتون میخوام. سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که هممون خیلی 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 موفقیت های بزرگی رو توی زندگیمون تجربه بکنیم. امسال سال موفقیت های بزرگ باشه. دوستتون دارم. امیدوارم که لذت برده باشید. تو هم چیزایی که تو سال جدید یاد گرفتی رو برام بنویس و شبت بخیر.